بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله قال عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت بریدة رضی الله تعالی عنه می فرماید که من داخل شدم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت عشاء داخل مسجد. یک شخصی در داخل مسجد قرآن را تلاوت میکرد و آواز بلند. من برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم ای رسول خدا، آیا شما نمیگویید که این شخص ریا کننده است؟ در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نخیر، بلکه این شخص رجوع کننده است از غفلت به سوی الله سبحانه تبارک و تعالی. به این معنا زمانی که انسان ذکر پروردگارش را می کند یا دعا می کند، آوازش را بلند می کند تا ای که از غفلت در امان بماند. در اینجا مراد از ریا نیست. انسان مسلمان و انسانی که و پروردگارش رجوع میکنه ضرورت بر ریا نداره. پس اگر کسی ریا بکنه خود در اون کدام خیری نیست. از در اینجا مراد از صدای بلند اشخاص مسلمان و مؤمنی است که آنها با آواز بلند به خاطر دعا میکنند تا ای که از غفلت در امان بمانند، یا صدایشون را در وقت ذکر کردن بلند میکنند تا ای که از غفلت در امان بمانند. یعنی به یه حد صدای خود را بلند میکنند که همون ذهن و گوش و فکرشون متوجه به سوی پروردگارشون شود. مراد از این صدا بلند کردن نیست که در حلقه های ذکری که در بسیاری جای میشن صدا و قال مقال میکنن، دلاسپیکر میخونن و داد و ویلا میکنن، لباسایشون رو شروع میکنن، مست میشن، رقص میکنن. اینها خو در چند ویدیوی دیگه هم گفتیم که مطلقا حرام و ناجایز، بلکه سبب گمراهی انسان میشه. مراد از این ذکری است که انسان ذکر میکند و مو حد صدای خود بلند میکنه که گوشش بشنود تا ای که از غفلت در امان بماند. عن بریدة رضی الله تعالی عنه قال دخلت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه من داخل شدم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم المسجد عشاء.